انجام شده. کدوم قتلا رو؟ قتل بیبی شازده، نمیدونم میشناسید یا نه، هاشم، قتل حاجی بزرفشان یا آقای قندی که توسط صمد و حبیب ترور شدن. نمیدونم چقدر اطلاع دارید در مورد قتل آقای شیرکیانوش در برره، اونجا که چجور بهتون بگم. من والا ببینید من اینو شما بگم، انقدر اینها جنایت رو قصد کردن که اینا میخوان. بله آقای عطابکی، بله. یه مسئله دیگه هم هست، این دره جدید چال اسکندری نزدیکی برره هستش که وقتی اسکندر مقدونی از اونجا رد میشد نشیمنگز خودش اونجا قرار داد و یک منطقه بسیار تاریخی از حدود. اجازه بدید ما چند کلمه از صحبت شما رو اضافه بکنیم، دنبال صحبت شما رو بگیم. خیلی ممنونم، محبت که از تهران زنگ زدید. از حضور شما که بفهمید، خواهش میکنم. عطابکی سلام کردم. سلام قربان. آقا دست شما امیدوارم شفابخش باشه در ریاست جمهوری ایران آینده. حتما خواهد بود.